روزی 22 اکتبر برای اولین بار در دور دوم ریاست جمهوریش پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ بر ضد دو شرکت نفت روسیه روسنفت و لوکویل تحریم جاری کرد. به قول رهبر آمریکا او از موقعگیری ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در رابطه با ادامه جنگ اوکراین دلسرد شده است. صمیمانه همین چیز را گفتم. میتوانم که من با ولادیمیر صحبت خوب دارم ولی به جای نمیرسند، هیچ نتیجه ندارند. میبینید که او جنگ را ادامه میدهد. جنگ دوام دارد، دو طرف است. جنگ دو طرف دارد. درباره جنگ چیزی پیش بینی کرده نمی شود ولی واضح است که زمان سازش فرا رسیده است. مردم زیاد کشته می شوند. وزارت مالیه ایالات متحده آمریکا گفته است که به اقدام‌های بعدی آماده است ولی با هدف جلوگیری از آن از مسکو دعوت کرده است که فوراً برای آتشبس و ختم جنگی بیش از 3.5 ساله زمینه گذارد. خبرنگار رویترز می نویسد که جاری کردن تحریم شهادت تغییر سیاست واشنگتن در مقابل مسکو است. تا این وقت ترامپ با تعرفه‌های علاوه‌ای کفایت می‌کرد. او با واردات مال هندوستان 25% تعرفه جاری کرده، زیرا این کشور با نرخ ارزان از روسیه نفت می‌خرد. خریدار دیگری نفت روسیه چین تاکنون از تعرفه‌های علاوه‌ای آمریکا امین مانده است. بعد آغاز تجاوز روسیه به خاک اوکراین در ماه فوریه سال 2022 کشورهای غربی ابراز داشتند که بلندترین قیمتی که به نفت روسیه خواهند داد $60 در مقابل یک بشکه نفت است. بعد از این روسیه فروش نفت را به ممالک آسیا زیاد کرده است. ترامپ در کاخ سفید همچنین اعلام کرد که ملاقاتش با پوتین را که میبایست در مجارستان برپا گردد لغو کرد، زیرا باور ندارد که حالا زمان مناسب است. ترامپ اظهار امید کرده است که تحریم شرکت‌های نفت روسیه دیر دوام نمی‌کنند.